پسره نشسته بود رو صندلی پشت میز کارش. باباش اومد دو دستی گذاشت رو شونه پسره. گفت بابا تو این دنیا کی قدرتمند و قوتمنده؟ گفت من. پدر ناراحت شد. گفت یه بار دیگه سوال میکنم کی قدرتمندترین آدم رو زمین؟ گفت من. گفت دوباره توقع داشت بگه شما دیگه. دوباره پرسید کی قوتمنده؟ گفت من. بابایه عصبانی شد، رفت دم در وایساد و گفت یه بار دیگه سوال میکنم قوتمندترین و قدرتمندترین مردم رو دنیا کیه؟ گفت شما. گفت چرا سه مرتبه گفتی من؟ گفت برای که بابا دستا تو شونه من بود. کسی که پدر پشت سرش باشه قدرتمندترین آدم میکنه. قدر بابا و مادرتون رو یک خدا نکنه آدم کارش به جایی برسه بره سر قبر باباش بشینه 10 منم اشک بریزی فایده دیگه نداره. تا زنده هستن حلواشون کنید. قدر این باباهاتون رو بدونید بچه. آدم ها اگه 100 سالش هم بشه باباش زنده باشه احساس میکنه که کوه پشت سرش. ای بابا آدم تو کما باشه، تو کما میشه بیمارستان افتاده باشه اما باشه. همین چی میگه؟ بابا آدم ها تو کما باشه اما باشه. یه نفسی بزنه